سلام به همه شما دوستای خوب خودم. ایشالا که هر جا هستید خوش و خرم باشید. عارضم به حضورتون که این عظمای زهر خورده بعد جوری در حال شلتاق پلتاق تو باطلاق بر جامعه. هر بارم قلابشو به یه شاخک گیر میده تا شاید یه فرجی بشه، اما بازم همون آشه و همون باطلاق. پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش تحت امر خامنه‌ای. نیروی زمینی ارتش برای انجام مأموریت محدود به مرزها نمی‌ماند و ما طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم که نیروهای نوحد ارتش در کنار نیروی قدس سپاه مأموریت مستشاری خود را در سوریه به خوبی انجام دادند. ما منتظر فرمان رهبر انقلاب برای آزادی قدس هستیم. زپلشک نخوری زمین. بذار جنازه پاسدارا تو سوریه و مزدورا تو یمن و عراق جمع جور بشه، بعد به فکر قدس بیافت. آخه بدبخت اون ولی فقید الان تو شیش و بش خوردن ادامه جام زهراست، بعد تو منتظری که طرف فرمان بده. اینقدر منتظر باش تا زیر پات علف سبز بشه. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، مخمسه بزرگ منطقه امروز نظام سلطه و صهیونیسم را از پیامدهای راهبردی دفاع مقدس ملت ایران دانست. پس این فقط اکبر کوسه نیست که دنبال خاطر بازیه. خامنه هم تو قوت لاعلاجی به فکر خاطر سازی و خاطر بازی، اونم درباره خرمشهر میفته. آره دیگه، وقتی کفگیر ولایت میخوره ته دیگ و اجاق بحران ها داغ میشه، همین میشه. اینا همه پوش قضیه است. پرده رو که کنار بزنی خبرهای دیگه ایه. بله. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوای گلستان: امروز دشمن نه تنها به فکر اشغال خاک ما، بلکه به دنبال تسخیر سرزمین فکری ماست. منظورش اینه که شور ریزش داره تو نظام بالا میگیره و به این سادگی ها بند نمیاد. حالا چرا؟ چون مدام در حال فکر و خیال و حساب و کتاب درباره آینده سیاه نظامشونن. ببینید خبرگزاری پاسدارا سناریوهای پیش روی عظما رو چطور حد زده. آمریکایی ها 3 سناریو را همزمان برای تغییر نهاد و رفتار و ساختار جمهوری اسلامی دنبال می کنند. سناریوی اول برای اینکه رابطه ایران و آمریکا برقرار شود باید 7 گام برداشته شود. این 7 گام 7 تا برجام است. منظورش سریال جام زهراست. از زهر منطقه‌ای و موشکی و حقوق بشری گرفته تا عادی سازی رابطه با کشورهای منطقه و آمریکا. سناریوی دوم مدل فروپاشی شوروی است. سناریوی سوم در ارتباط با سناریوی اول و دوم است، یعنی وقتی اقتصاد ناکارآمد شد و 2 قطبی شدید به وجود آمد و ایران امتیاز منطقه‌ای خود را از دست داد، آن وقت سناریوی لیبی و عراق اجرا خواهد شد. اما سناریوی اصلی رو مردم ایران اجرا میکنن. تو این سناریو عظما و کوسه و دلواپس و دلارام با یه اردنگی اجماعاً راهی زبالدون تاریخ میشن. این اون سناریویه که خواب و از چشمای آخوندای حاکم گرفته و هست و نیستشون رو برباد داده. خدا نگهدار همه.